سلام، مهدی بهروادی هستم، مؤسس و بنیانگذار سایت ویبت. در خدمتتون هستیم با آموزش نصب وردپرس. خب اولین قدم برای نصب وردپرس دانلود وردپرس می باشه که برای دانلود اون در همین مطلب که ویدیو رو درش قرار دادم میتونید وردپرس رو از سایت وردپرس فارسی از این لینک دانلود کنید که در حال حاضر آخرین نگاهش نسخه 4.8 هست و من این رو قبلا دانلود کردم. قدم بعدی آپلود وردپرس روی خاصه سی پنل خودتون هست که من این کار رو از قبل کردم و قدم بعد اکسترکت کردن این فایل زیپیه که از سایت وردپرس فارسی دانلودش کردم. و برای اکسترکت کردن من روش کلیک میکنم و گزینه اکسترکت رو میزنم و این فایل رو اکسترکت میکنم و همونطور که میبینید این فایل به خوبی اکسترکت شد و همونطور هم که میبینید یه پوشه به نام وردپرس برای من ساخته شد و تمام فایل هایی که اکسترکت کردم داخل این پوشه رفت. ما برای نصب وردپرس باید این فایل ها رو از توی این پوشه انتقال بدیم به فضای اصلی. برای این کار روی سلکت آل کلیک میکنم و گزینه موو رو از این بالا انتخاب و این گزینه ها رو پاک میکنم و فایل رو انتقال میدم به سایت اصلی. البته چون اینجا من ساب دامین ساختم و این فایل ها رو باید انتقال بدم به ساب دامین چون دامین اصلی نداشتم، شما برای اینکه این فایل ها رو انتقال بدید باید این گزینه رو تا اینجا پاپ کنید، یعنی فقط پابلیک آندرلاین HTML باشه و شما باید فایل هاتون رو داخل این یعنی ریشه هاستتون هدایت کنید. خب من برای این کار روی موف کلیک میکنم و تمام فایل هام ببینید که استراک شده. روی بک کلیک میکنم و فایل ها یک پوشه به عقب برگشت. و قدم بعدی ساخت دیتابیس هست. ساخت دیتابیس وارد سی پنل خودتون میشید و از گزینه دیتابیس ویزارد MySQL دیتابیس ویزارد دیتابیس مورد نظر خودمون رو ایجاد میکنه. وارد MySQL دیتابیس ویزارد میشین و گزینه اولی ساخت دیتابیس هستش. من اسم دیتابیس دلخواه هست، میتونم هر اسمی بذارم. میذارم تست 1 و رو نکست استپ کلیک میکنم. خب ببینید که دیتابیس من به خوبی ساخته شد و این نام ها یا این یوزر هایی که الان دارم میسازم و چون در آینده بهشون نیاز دارم، پس اینا رو داخل نوتپد خودم سیو میکنم که تا دقایق آینده بهشون احتیاج دارم نخوام دوباره دنبالشون بگردم. خب گزینه بعدی یوزر دیتابیسمون هست که من اون رو هم میتونم بذارم یوزر 1 و پسورد هم میتونم خودم بسازم. میتونم پسورد رو جنریت کنم. خب برای جنریت پسورد روی جنریت کلیک میکنم و یک پسورد منتخب خودش بهم میده. میتونم اینم عوضش بکنم و تا جایی که خودتون میبینید اوکیه روی I have کلیک میکنم و این پسورد هم کپی میکنم اول قبل اینکه روی یوز پسورد کلیک کنم چون بهش نیاز دارم و این پسورد هم ساخته شد. این پسوردم اینجا قرارش میدم و روی create user کلیک میکنم. میبینید که یوزر من هم به خوبی ساخته شد. این هم در اینجا کپی میکنم چون نیاز دارم بهش. در قسمت بعدی باید روی all previous کلیک میکنم و گزینه next step رو میزنم. دقیقا باید همه اینا تیک دار بشه و دیتابیس من به خوبی ساخته شد. خب میرم وارد سایت خودم میشم
عذرخواهی میکنم از حضورتون، یه مشکل جزئی پیش اومده بود که حل شد. من اینجا سابدومین به اسم تست ساخته بودم، ولی خب انگار جای اس و ای اشتباه شد. خب مهم نیست. خب من وارد سایت خودم میشم، میبینید که میگه وردپرس خوش اومد. خب روی بزن بریم کلیک میکنم و اینجا یک گزینه بعدی برای من نمایان میشه. خب همونجور که میبینید نام دیتابیس و نام کاربری رو از ما میخواد که من اینجا قبلا ذخیره‌شون کردم. کپی میکنم و روی فرستادن کلیک میکنم. خب میگه خب رفیق نصب شد. روی اجرای نصب کلیک میکنم. اینجا عنوان سایت رو از من میخواد که من میزنم سایت ویبت. نام کاربری رو از من میخواد که من میزنم ادمین. رمزارگور میتونید خودتون انتخاب کنید، میتونید بذارید خودش بمونه. حالا من خودم انتخاب میکنم 1256. اینجا هم روی تایید به کارگیر رمز سوس کلیک میکنم و اینجا هم یه ایمیل موقت کلیک میکنم. این گزینه رو هیچ وقت نباید فعال کنید، چون اگه این گزینه فعال باشه ربات های گوگل سایت شما رو آنالیز نمیکنن و به سایت شما سر نمیزنن. خب روی رانندگی وردپرس کلیک میکنم و میبینید که وردپرس من به خوبی کرییت شد. خب اینجا یوزرنیم و پسورد وردپرس هم رو وارد میکنم و وارد پیشخوان وردپرس هم میشم. امیدوارم که این آموزش مورد قبول واقع شده باشه. خدا نگهدار.